سلام عزیزای جان، با کانال زندگی متوازن و یکی دیگه از پست های سلامتی و بهداشت در خدمت شما هستیم. روزه آب چیست و چطور باعث کاهش وزن میشه؟ سوالی که خیلی ها پرسیدن و برای خیلی ها سواله. همونطور که میدونید خود روزه قرن هاست در بسیاری از ادیان توصیه میشه و روزه آب خودش هم نوع روزه‌داریه که تو اون ما به مدت 24 تا 72 ساعت، یعنی یه روز تا 3 روز عزیزان، روزه میگیریم و هیچ غذا یا نوشیدنی دیگری به جز آب نمیخوریم. دوم هم به دلایل زیادی برای سلامتی خودشون چیزایی همچون سمزدایی و دلایل معنوی و غیره روزه میگیرن، ولی خب روزه آب بیشتر برای سلامتیه. خب چیزی که سوالی که پیش میاد اینه که فواید روزه آب چیه؟ تقریبا مطالعات خیلی زیادی در موردش انجام نشده، ولی تا حدودی این مطالعات کم هم امیدوار کننده است، چون که بسیاری از مزایای روزه آب به این واقعیت بستگی داره که این روزه میتونه به ایجاد حالت کتوز کمک کنه، یعنی زمانی که بدن شما گلوکوز رو به عنوان انرژی نمیسوزونه، در عوض چربی رو برای انرژی میسوزونه. چند تا از مزایای روزه آب به این شرحن: درمان فشار خون. یه مطالعه قدیمی که روی چندین نفر که مبتلا به فشار خون مرزی بودن و طی یک برنامه روزه آب رو گرفتن نشون داد که فشار خون در 90% از شرکت کننده ها به طور کاملا طبیعی کاهش یافته. مورد دو، ممکنه دیابت نوع 2 رو معکوس کنه. یعنی چی؟ این مطالعاتی هم که در این مورد بوده اینه که روزه گرفتن ممکنه که سلولای شما رو نسبت به انسولین حساس‌تر کنه. گروهی از محققان یه مطالعه خیلی کوچیک رو روی 36 فرد مبتلا به دیابت انجام دادن و بعد انجام روزه که این کار رو کردن، نتیجه مطالعه نشون داد که 90% از شرکت کننده ها داروهای دیابت از جمله انسولین رو کاهش دادن. بیش از نیمی از شرکت کنندگان شاهد بهبودی دیابت خودشون بودن. یکی دیگه از موارد در مورد روزه میتونه سلامت قلب رو بهبود ببخشه. مثل چی؟ مثل اینکه فشار خون بالا، کلسترول بالا، دیابت و چاقی. هرچند که فوایدش رو گفتیم، ولی یک سری از معایب رو برای روزه آب میتونیم بگیم که یکیش اینه که یه سری از افراد که بیماری‌های خاصی رو دادن، مثل چی؟ مثل دیابت نوع 1، بیماری‌های مزمن کلیوی، اینا نباید روزه بگیرن. اگرم که دارو مصرف می‌کنید، قبل از شروع روزه حتما با پزشک خودتون مشورت کنید. راستی یادتون نره کانال ما رو فالو، سابسکرایب کنید. دوستتون داریم. خداحافظ.